گپ سخنی شنیدی بالاخره ببخش. انا 4 روز مهمون ما بودی، تو میبرون قرار کردگی به خونه عباس اینا میدن تو به خونه نوی. انا دیگه دل آزار چیزی نشد. با فهمیدی؟ انا دیگه دل آزار چیزی نشد. آره عباس بیا. کشتنی جانگیر تیار هستی. باری های دیگه خدا واس بیا آوردم برای تو. چی؟ این برای تو آوردم. اشتری برای ما بودی؟ این برای ما بیا آوردم، ما که پول ندارم. بفهمیدی این به خونه نوی تو آوردم. امریکایی هم هست تو. چی میگی تو گیلا؟ گردنم بند باشه. تو ایت کاره که با خونه نوی من بزغالی بیاری؟ آه دیگه جوان سلام ما. گیلا شیخی میکنی؟ های دروغ میگم ما. یعنی خونه نوی آوردی ها؟ خونه نوی ها طرف ما از تو. این که از ما بیدن. خداوند تو خیر بده گیلا. برو. یار شیر مادر تا زندگی را که بیتری. گفتم هم هست. میگم یک بسیری مر بکو. بسکو. 2 دفعه. یار دیگه تو نمیفهمم گیلا. میفهمه وشیاری از من وشیارتره. یک دفعه دیگه بسکو. یار فکر خداوند تو خیر بده گیلا. یار گیلا خوب شیر مادر. نه این پای آفرین. آدم دگرا که بیتر گیلا. انا دل جمع نه تاثیر نمیجه. میفهم نمیگیره. یعنی گیلا مطمئن باشو. ها برا. نه که بود 10 دقیقه بعد برات بیای که بده یک بزغالمه. نه دیگه نه. خداوند تو دل جمع باش با خونه نبی تو من گل میارم با. نه بابا. آن قوله. خب با من زن نمیدم. خب خیلی وقت زن میفهمم که زن نمیدم. هر وقت زن کردی با خونه نبی تو گل میارم. خوبه. برو بیچاش توسط. چاش نه دیگه میرم خاطر ننه میگه تک بخیر بری بخیر. آش تیار میکنم. خداوند تو خیر بده. زنده باشی. تک کمی در وام. شیر مادر تو گیل جو. زنده باشی. هدیه کرده. با کجا بودی؟ بله. با کجا بودی؟ چاره؟ با کجا بودی؟ رفتم بزوغله. چرا بغزاله تا سرا ببردی؟ کدوم بزغاله؟ هم بغزاله من. بزغاله تو؟ آه. البته شغال برده. کی ببردم؟ اشتا نبردی. کجا میرفتی حال تو؟ حالی من برات تو میگشتم. بغزاله ببردی بفروختی. با کجا کردی بغزاله؟ با کجا فروختم؟ به هیچ کی نفروختم. گردنم بند باشه گیپک اگه لنگم بزغاله بفروخته باشی. او حیوان گناه داره بفروشی. او شیر مایه. او مثل که من خورتکه که نبودین شیر میخوردم. مثلا او اعمال شیر مایه. نه من میفروشم او. پس بغزاله به سگ به سرخو کردی. بغزاله به تا سرا بوده چی کردی؟ گفتم به بقا گیلک برده به کوچه. بغل گیلک؟ ها. سیکو تو همین عباس حال به تو رستکی بگم. ها بگو. برو سیکو ما پول نداریم که ما برین خونه نوی ببریم. بزغاله تور با به خیلی خوشی پول بگیر می بیام و پولا بزغاله تور میدم به خونه نوی بردم به عباس. تو خوب سیکو. از تو کی خونه نهی باید؟ چرا گریه میکنی؟ تو بغزاله ماتا سرا وردی چی ببردی بچه خاله به خونه نهی؟ سیکو گیپک برو حالا ما و تو کبرار بیگانه نیم. او هم بچه خاله مانه مثلا غریبیه عروسی خوربه کرده چیش برای که مردم مثلا بزوی خیرت پرت چیزی خونه نوی بیارم. یکی کاسه میباره، یکی هفته لگن میباره، یکی مثلا میگم گلدون میباره، یکی مثلا چی میباره. من بزغاله رو داشتم ببردم با به خیر خوشی پول به دست میبیاد پولا بزغاله تون میدم. خونه نوی کوی تا بغزاله نیه یک درجن پیالیه یک درجن کاجینه تو بغزاله سینی وزنی و ببردی به خونه نوی. بغزاله کسی بدیدی خونه نوی ببره. خود تو برو برسو بعد من رو نمیشه خجالت میکشم. چی؟ بغزاله که سینی مزار مقتی رو تو نمیشه. خود چرا میبردی؟ سینی مزار قیافی تو نیه سینی مزار. او سینی مزار بزغاله دونه سینی پی مایی. آره دم میده به این سینی مزار بیشتر همایا.
همون که اندازه کله تونه پوست و مال از اون کلونتر او به سینی و هزار بلیو کالدار یا تمام عسکری بررر. قالی برو بستم تگه چرا گریه میکنی؟ و بغزالی منه بزغالتون نانی تو کنی یا برو بستا تو آتا بستا و من نبردم بابا نمیده باز میده برای تو خونه نوی آردم من چی بگم به پیشیو خب خیره باشه و تو میگم برو بغزالی من مستند سر خود تیر میکنه رو ده پویده خود تا برو بستا دیگه بابا نمیده آخی من برو به خاک که نمیده به خاک بلکن ببرده باشه بگن بفرشیده باشه برو بستا خود تا بستا خب برو بستا با تو که رو میپوشی برو نمیپیشم بعد برو چی بعد من بعد برم پس بستونو و تو نیت از تو کی میپرسه سادی میگم بررر من سادیم مثل تو بگذاله تو 10 تا به تکیس آمنه عمالی بیا مده با باغ مرتک سیبر بجوندو آنه شکره چروشه و تو دوزی تیار میکنم من بگیری بس بزغاله خوب ایسته تا سیبه بابا چکار کنم بیا که برو بستون و تو گریه کرده برو تو خب سعی کن سادی بیاقلی بزی دارم بغزالی من خونه نهی بمونم چه کاره؟ چرا گریه میکنی بچه خاله تو کسمه زده؟ ای بچه خاله میگی لک سادی برانه خب برفته بغزاله حتی سرام آوردش دفو برده بچه شما عباس خونه نوی کیله گوار تو بزغاله رو خونه نوی آورده از کی بوده بزغاله؟ از من بوده بزغاله تور بگیرفته بیارده بودم سرام با عباس به خونه نوی داده خیر غمی نداره گریه نکن ما بزغاله تو پس میستم من میگم این دیگه چیش تا آدمی بوده هیچ چی رقم آدمی بوده که بزغاله رو از پیش از تا خونه شما بردش بیارده دادم سرام دیگه بچه خاله بغزاله بیارده امون بغزاله بازم بابا شما یک جاوی پیاله میدم یک جاوی کاش اینا می ما شما گله نداریم خیر غمی ندارم من خبر ندارم خیر مشکل نداره نه برای مال من بزغاله تو پس به دستم گریه نکنه من اصلا خبر ندارم از این گپا من خبر ندارم من فکر کردم این میبوره با تا سرا علف میچرونه من آره میایم میگه راست خوب بگو میگو چی راست خوب میگه بغزاله بردم به خونه نوی بچه خاله خیر غمی نداره همین عباس بچه میشته بیا عقلی بده که اون بزغاله رازی بستونده بعدی کار او نمیکرد دیگه پس بچه شما امون بغزاله دست گیلک رای میکرد ببر گیلک من نبایم خیر غمی نداره حالا کم کو بزغاله تو گم نشده و سرامانه انما به دست عباس رو میگه پس ری میکنه به سرا شما خوبه گیلک هم نمیفهمه سادیه این خیال کرده که البته کار خوبیه بزغاله تو رو برداشته بیار دادم سرام و گفته بگیر خونه نوی برو خدا حافظ گریه نکن بچه خاله برو نداشته خود بخیر سلامتی کجا بخیر؟ چیگه خواه بلدی؟ ایشتان سرا خاله خمون برم کاری کار دارم من میگی لک میدم داده سلام خودی بزغالی آمده تگی بزغالی به تو بخوانندی آمده من بزغالی از او بستونم بتون راست میگه فا بردم سرا هرچی بخواین را زنگ زنگ گوشین هم نمیگی بتون باشه من خاله خوب برسون که می واقعیت رستی یا نیه بزغالی بردش بیارده نگی بخوانندی تا بردم من شخصی و عباس رفتن مایه چکار کنه؟ خاله تو نطور خل مایه به دست بچه خاله تو به تو بزغاله خونه نوی ری کرده ای که گپ بینه دیگه به تو که یک گوی ری نکردن که تو باید بری پرسان کنی 2000 روپیه فوق قیمت بزغاله خواهد خب باشه بابا رمضان اینا که هست اقتصاد من ضعیفتره من باور نکردم بیشتر بزغالی ری میکنه که با خانه نوی
قانون ایتن اگه اقتصاد نزدیفتر خاله تو گفتم مثل که پول میلی به دست مشت ما نیه که ما برین چیز میزی بستانه همین بزغالا و بوزا اینا و تا سرای از این بزغالای که برده گیلک بور در سرا خاله خو بده به خاله خو یا به چه خاله من بگفت مدام اینا زد کردن که برو خیره بازم بپرس بیتره و یک زنگ میزی در خاله خو گوشی پستان نمیگیرید مگم برو میتونیم چند خبری از اونها مگم بگیریم سه کنم بزغال استنه برای تیار خوشحال باشید خدا حافظ شما خیر بشه خدا حافظ برو کجا میری گیلک؟ بله خوبی؟ شتن جانجور خیلیت تیار هستی گنجوره گیلک من از تو پرسان کنم مادر تو به دست تو چی داد که تو خونه نوی و برگ بدم سر عباس اینا؟ مادر ما هیچی من خود ما پیش خود خواه آوردم خاطر گفتم بچه خاله منم باشه بچه خاله تو برار قربه گردم تو خب چوبی و دیشتیم بزغاله بیاری بدم سرام و یله کردی بیا ماد برار تو زار گریه میکردی کار خوبه که تو میکنی من آخر بردشم به دست عباس بردشم ری کردم تو برو سرای نو برم نه بابا نیه بابا گیپک او بیاقلیه من جوش یارترم سکو بچه خاله خوبه گردم راسته که توی شیارتره قبول دارم هرچی که تو بگی قبول دارم با تو کمی کار میکردی لاقل هم مادر کو در جریان میخدیستی هم برار کو در جریان میخدیستی تو بدی خب چوبی بیا وردی بدار سرام ولی که کار خوبی کردی بابا ما کلاک خود گیپک بکنم من گفتم بخیر خوشی پول بگیر من بیای سیری پی بزغالت قیمت نه با سیری پی تو من کار کردم میدم ما را طرف خود خواه آوردم من خاطر که چیزه خاطر که خونه نویه مثلا گیلک تو با کسی بدیدی که بدن خونه مرتکه خونه نوی بزغاله برداره بیاره لاقل دست ظرف میارم پیاله میارم قاب میارم این چیزا میارم تو بزغالی از این گودا که بردشتی ورم به گریه کردی زدم اون مار نفری میکرد گردنم بند باشه نیه که من 100 تا همه تا خونه نویار بدیدم که چیز میارم مثلا چیز مرغ مرده مرغ تخم کنی خرگوش اینا رو میارم بزغاله اوش شیر میخوره مثل خورتکیامه که شیر نمیخوردم حال شیر میخوره یک شیردونی بزی تیار کنیم خب شیرها رو اوا کنیم انا که دیگه به شیردونی به دن بزغاله کنیم انا گاهی میگه مه یاری عقل که تو نداری باور کو کامپیوتر نداره ما کوالی ری کردم به سرا تو کمی کار یاد داری با تو برو همون کارو بکن شیر به دن کنم خب دیگه تو که یاد داری خب خونه نوی و پس هیچی شد دیگه من نمیارم دیگه اصلا ما از تو طمعی نداریم که تو خونه نوی بیاری از تو ما گیلی نداریم که توی کار بکنی با تو هم ما گوسفند همون کودک بر نمیدیشتی نمیاری خانال بابا خونه نوی ما خونه نوی نیارم با یک روزی بیام مهمون شما شم بازی تا پیش می چی نمیگذاره مثلا میوه نمیگذاریم گوشت کم میگذاریم میگیم که خونه نوی نآورده یعنی دل تو هست که تو ما امرو مهمون کنیم دیگه گپ تو میته معلوم میشه نه از این جهت نمیگم خیره یک چیز دیگه هر دمه که خاله ما به خونه ما بیا ما دیگه حق داری خودی بیای بدون از این دیگه حق نداری بیای دو کوخ نداری به کسی خود برو به دم شهر پیدا میشه توی کار نه که برو کلی خور بشی همیته معلوم میشه دو ما میشه به سر کلی تو نریخته نشده گردن ما من همین جمعیت بیشتر به موترشویی شیش بگو